تصور کن همین امروز صبح که از خواب بیدار می شوی، به جای اینکه فوری سراغ گوشی بری یا کارهای روزمره خود فکر کنی، چند لحظه مکث می کنی و تنها به این فکر می کنی که چیزهایی که در زندگی هست واقعا باید برایشان شکرگزار باشی. شاید همین نفس عمیقی که میکشی، شاید خانواده‌ات، شاید حتی یک لبخند ساده. کتاب معجزه شکرگزاری از راندا برن درست همین نقطه رو هدف گرفته است. این که ما یاد بگیریم با شکرگزاری دیدگاهمان را به دنیا تغییر بدهیم. و امروز ما تو را به خود به قدم اول این سفر 28 روزه میبرم. راندا برن در آغاز کتاب میگه زندگی یک معجزه است، اما ما آن را فراموش کردیم. شکرگزاری کلید باز کردن چشمهایمان برای این معجزه است. ما اغلب فکر میکنیم چیزهای مهم زندگی باید بزرگ و عجیب باشد. یک خانه رویایی، شغلی خاص یا ثروتی عظیم. اما واقعیت این است که همین لحظه ها، همین داشته های کوچک، همون چیزهایی هستند که زندگی ما رو می سازند. وقتی یاد می گیریم برای خردترین چیزها شکرگزار باشیم، دروازه های دریافت چیزهای بزرگتر هم باز می شود. تمرین اول، لیست 10 نعمتی که تو داری. در روز اول نویسنده از ما می‌خواهد یک کتابچه یا یک کاغذ برداریم و روی آن 10 چیزی را که همین حالا در زندگی داریم و بابتش شکرگزار هستیم نوشته کنیم. برای هر مورد باید توضیح بدهیم چرا ما شکرگزار هستیم. فرض مثال، من بابت سلامتیم شکرگزار هستم، چون به من اجازه میده که حرکت کنم، نفس بکشم و زندگی زیبای خود را تجربه کنم. من بابت دوستهای خوبم شکرگزارم، چون به من شادی و آرامش میبخشد. اینجا نکته مهم این است که احساس واقعی شکرگزاری را تجربه کنیم، نه اینکه فقط کلمات را روی کاغذ یا کتابچه خود بیاوریم. قدرت احساس. شکرگزاری زمانی جادو می کند که احساس را عمیقاً در قلب خود بیاوریم. وقتی از ته دل میگوییم سپاسگزارم، در واقع فرکانسی را به جهان هستی روان میکنیم که باعث می شود اتفاقات خوب بیشتری را جذب زندگیمان بشود. راندا برن میگوید هر بار که کلمه سپاسگزارم را با احساس تکرار میکنی، دروازه های تازه‌ای به سوی برکت، فراوانی، وفور و معجزه باز می شود. یادآوری شکرگزاری در طول روز. بعد از نوشتن این 10 نعمت باید هر کدام را 2 بار در روز مرور کنیم و بعد از هر مورد 3 بار در دل یا با صدای بلند بگوییم سپاسگزارم. این تکرار باعث می شود احساس شکرگزاری عمیق تر شود. مثال ساده برای ارتباط بیشتر.
تصور کن صبح به سر وظیفه یا مکتب می روی و همه چیز طبق برنامه پیش نمیره، ولی چون صبح را با شکرگزاری شروع کردی در طول روز نگاه متفاوتی خواهی داشت. به جای اینکه بگویی باز هم مشکل پیش آمد، در عوض میگویی خوب است که میتوانم مشکل را رفع کنم و فرصت دارم. این تغییر زاویه دید میتواند حال و آینده ایت را متحول کند. جمع‌بندی بخش اول. تمرین امروز ساده است. 1. کتابچه‌تان را بردارید. 2. 10 نعمتی که داری را بنویس. 3. برای هر کدام دلیل شکرگزاری را توضیح بده. 4. بعد 3 بار با احساس بگو سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. به همین سادگی تو اولین قدم معجزه را برداشتی. یادت باشد معجزه از همین جا شروع می شود. و حالا اولین قدم را برداشتیم و ایره میدانیم که تازه آغاز سفر است. هر روز یک تمرین جدید و هر بار یک دریچه تازه به سوی شادی و آرامش و آگاهی درون باز می شود. در بخش بعدی می رویم سراغ ادامه این مسیر 28 روزه و یاد می گیریم چطور سپاسگزار خداوند و نعمتهای خداوند شویم. چطور شکرگزاری می تواند روابط و سلامتی ما را دگرگون کند. پس با من همراه باش و فراموش نکن. هر سپاسگزارم یک معجزه است. اگر این صحبت ها برایتان خوشایند بود و یا فکر کردین در زندگی روزمره به کارتان میایم، با من همراه شوید و کانال را سابسکرایب کنید تا همدیگر را بتونیم به راحتی پیدا کنیم. کانال ما را دنبال کنید تا قسمت‌های بعدی را از دست ندهید. بیایید با هم این مسیر آگاهی و آرامش را سپری کنیم.